مرکز مطبوعات ملی دوشنبه خبر داد که یک ساکن 28 ساله محله پختکار در کنار پایتخت را برای می داوطلبی به 15 شبانه روز حبس کردند. خود جوان حبس شده برای شرح ماجرا دسترس نیست، ولی بنا به اطلاع میلیسیا سانحه 15 میون سال جاری تقریبا ساعت 12:30 شهروند فیض‌الله حاکم جان سال تولد 1995 استقامت کننده شهر دوشنبه محله پختکار هنگام در کوچه نعمت قرابوف نویه فردوسی قرار داشتند ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده است. نامبرده همزمان با صدای بلند داد و فریاد نموده در برابر به طلبات قانونی کارمندان میلیس اطاعت نکردن همزمان باعث خللدار گشتن آرامی شهروندان و اطرافیان گشته است. گفته می شود در خبر وابسته به حالت مذکور نسبت فیض‌الله حاکم جان طبق طلبات ماده 460 می داوطلبی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به دادگاه نویه فردوسی ارسال کرده شد. ضمن بررسی پرونده حقوق ویرانکنی فیض‌الله حاکم جان خودش را در صادر نمودن حقوق ویرانکنی گناهکار شمرده جهت من بعد به چنین کردار ضد جمعیتی دست نزدن تصدیق اظهار پشیمانی کرده است. با این وجود دادگاه نسبت به او جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده است. همین طور بنا به خبر دیگر میلیس پایتخت در اساس مراجعه فیسبوکی یک ساکن شهر دوشنبه از جانب کارمندان میلیسیا شهروند رحیموف سینا سال تولد 1994 استقامت کننده شهر دوشنبه نویه سینا کوچه نوبهار دستگیر کرده شد. خود رحیموف که تربوز فروش بوده است برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی میلیسیا گفت او سانحه 11 میون سال جاری تخمینا ساعت 16:00 در کوچه زرافشان ضمن به فروش تربوز مشغول بودند با مراجعت کننده دغلانه مناسبت نموده است. وابسته به حالت مذکور نسبت رحیموف سینا پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده از جانب دادگاه نویه سینا جریمه ماموری به اندازه 10 نشان دهنده برای اسوپ‌ها برابر به 680 سامانی تعیین کرده شد.